بنده اصلا از عملکرد تیمم راضی نیستم. ما امروز اصلا بازی خوبی ندیدیم از تیم خودمون. یعنی بازی امروز بیشتر شبیه دنبالو بود. تو 90 دقیقه بازی 180 بار خوردن زمین. کریم بنزما تو برداشت فرار کرد. گفتم پاس بده، پاس نمیده. گفتم بوپو که کریم پاس بده، پاس نمیده. گفتم وای کریم به خدا مسلمون نیستی، پاس بده. آقا کریم وایسیده بک شده که چشم ما داره نگاه میکنه، بغض گلش گرفته، میگه به اینا وقتی قیلون میکشن اما میدن که ما حالا پاسشون بدم. ما یه غلطی کردیم تو بازی با منچستر، گفتیم بچه ها دفاعی بازی کنیم، دروازه‌بان خودمون تو اجده خودمون جوری با نوک‌پا ناده تو ناف بوی منچستری که آقا تمام دندای اطراف نافش خورد شد. کی بید؟ بنده خدا زلاتان بید، چی بید؟ اصلا نابود شد آقا، بنده خدا اصلا پوچید. بازیکن داشتم تا دیروز تو باقای جرم لیمو شیرین میچیدن روزی 35 تومن. اومده تو تیم ما میگه ما هر فصلی 100 میلیون میگیرم بازی میکنم. بچه ها از اون گرفتن وگرنه میخواستم پوزش برما. بچه های دفاع اومدن پیش ما میگن غلامی، میگم جان، میگن غلامی ده از امروز هیچ اما رد میشه. میگم تکنیک یاد گرفته؟ میگه نه. فیلم دیدین؟ میگه نه. میگم به خود غضبتون بکنه چطور هیچ که نمیتونه از شما رد بشه؟ دست کرده تو جیبش یه پنجه بوکسی در آورده، میگه هر که ما رد شد با همین تو بند کمرش میزنه. خدا غضبتون بکنه جیگرتون گل بزنه. این جنگولک بازیه چه خودتون در میاری؟ یکی از بازیکنای ما رفته رو میله دروازه وایسیده، میگه پاس ما بدین تا ما با قیچی بزنم تو گل. میگم خدا غضبت بکنه سوباسایی، کاکروی، ایشیزاچی، کی تو بیا پای خود غضبت بکنه میفتی مشه در میا شرکولو میا بیا پای. بچه های تیم ما از صبح تا پسین جیگر ما خورده میدن که آقا ما یه بازیکن خوبی نداریم، برای همین ما داریم میبازیم. بنده هم رفتم آقا برادر کریستیان به قیمت گزافی خریدم آوردم داخل تیم که بالاخره برامون بازی بکنه. فقط یه خواهشی دارم عاجزانه برادروار خواهش میکنم از همتون بچه های تیم خودم، آقا این قیلونیش نکنید. تو بینیم یه 4 رو 10 رو سیمون بازی بکنی، یه 4 تا تکنیک سیمون بزنه. خواهش میکنم عاجزانه نه کاری نکنین که این همسبا بفته داخل بازار دنبال طعم بگرده. اگه کاری ندارین ما بریم، ما میخوایم با این برادر کریس بریم بشینیم نهار بخوریم. حقیقت یه جاتون خالی یه دمپز گوشتی سفارش دادیم بریم بشینیم بخوریم. ما صبح که همه چی از جونمون زهر شده. حقیقت مطلب گارسون اومده بق شده تو چشم ما نگاه میکنه میگه چه میخورین؟ میگم آقا ما چیز خاصی نمیخوریم، پرپراتوین اینا نباشه. آقا یه گرجه بادمجون خومی با یه دونه لیمو بذار رشت ما بخوریم. میگه ما توشی نداریم. نم خدا غضبت بکنه منچستری که توش یه گرجه بادمجون خومی گیر نمیاد به درد چه میخوره؟ خوبه که ما از شما نون نازک یا فلزی تخم مرغی نخواستم. ما دیگه از حضورتون مرخص میشیم. بریم برادر کریستیان بریم.